افغان‌های خسته از جنگ و ناامنی‌ها اخیراً شادی را در ورزش می‌جویند. لیگ برتر فوتبال افغانستان هم شب‌های زیادی را برای اینها خاطر انگیز ساخته است. پښتون اوسه تاجک ټول یو ځای و همدغه د مونږ ارمان او همدغه می ارمان او زه غواړم چې تل اوسي. خوشبختانه بسیار یک فضای عالی و فضای اخوت، برادری، صمیمیت، صلح سر تا سر همگی هیجان داشتن تا وقتی که خلاص شد. همیشه دې داسې خوشحالي په ټول افغانستان کې الله راولي. دغه بدبختی د افغانستان خدای ورکه کړي. ششمین دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان شب گذشته با قهرمانی شاهین آسمایی پایان یافت. در این لیگ 8 تیم از 8 زون افغانستان با هم رقابت کردند. یک ملت یک صدا پیام امسال این لیگ برای علاقمندانش بود. زحمت کشیدن، وقت زحمت میکشی، وقت عرق میریزی، مزدش هم میگیری. مزدش هم امروز گرفتن. شاهین برای 4مین بار تانست قهرمان لیگ برتر افغانستان شود. واقعا ما خوش هستم، همه بازیکن‌ها خوش است، اما مردم که شاهینی است وا خوش است. سید محمد حسینی رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به این باور است که این لیگ خاطره‌های شیرین را جاگزین خاطره‌های تلخ ساخته است. ما در این شرایطی که مردم ما ضرورت داشتن به اینکه چند روز دیره دور از مصائب و مشکلاتی که در افغانستان است سپری بکنند و در یک فضای آرام، یک فضای دور از دغدغه‌های جنگ، مواد مخدر و مشکلاتایی که در کشور ما متاسفانه دامنگیر مردم ما هستند. استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان روزانه میزبان هزاران علاقمند این لیگ بود. این لیگ در وضعیت دشوار افغانستان بدون کدام رویداد امنیتی برگزار شد. دوست و دشمن تمام جهان بشنو شما. فرهاد دریا یکی از آوازخوانانی بود که در این لیگ آواز خواند. این لیگ هم با آهنگ وی تا سال آینده با علاقمندانش خداحافظی کرد.